سلام، آریان مدنی هستم و امروز با آموزش نرم افزار ES یا اید در خدمتتون هستم. خب این نرم افزارهایی که مانند مطلب یه نوع ماشین حسابه و تو خیلی از زمینه‌ها، حالا ترمودینامیک، انتقال حرارت و مواردی از این دست به کمکمون میتونه بیاد. چرا این نرم افزار رو میخوایم امروز بهش بپردازیم و چرا تو درس ترمودینامیک؟ علتهای حالا که داره یکی از نرم افزارهایی که خیلی لایبرری و کتابخونه خوبی داره برای اینکه اگه بخواین ازش استفاده بکنین خیلی جاها، حالا من توی ادامه مثال میزنم و بهش میپردازیم. شما دیگه نیاز نیست برین به جدول ها رجوع کنین، جدول بخونین، دو تا پارامتر ترمودینامیکی رو بخواید بررسی کنین، ببینین کدوم نقطه حالا پیدا میشه و اینا. این خودش انجام میده براتون دیگه. حتی اینترپولیشن و درونیابی اینا دیگه نیاز نیست انجام بدین به لطف لایبرری‌های مهندسی خوبی که داخلش هست و نرم افزار قدرتمندیه تو زمینه محاسباتی. یه جورایی میشه با مطلب مقایسهش کرد، با اینکه مطلب خیلی توی زمینه‌های وسیع‌تری به کمکمون میاد، ولی در کل نرم افزار ES نرم افزار خوبیه. خب این از محیط ES هست. اگه داریم ES رو دانلود میکنیم حتما نسخه پروفشنال رو دانلود کنید، چون یه سری قابلیت‌هایی رو بیشتر از نسخه آکادمیک داره. و حالا شروع کنیم به توضیح نرم افزار. تب‌هایی که داره بالا میتونیم ببینیم. اگه یه سری از موارد خیلی ریزه میتونید تو آپشنز بیاین و از قسمت پریفرنسز اینجا بیاین سایز رو یکم بیشتر بکنیم، مثلا 14 بذاریم. ببینید یکم سایز این تایپینگ بزرگتر میشه به نسبت حالت قبل، ولی این سایز ریز اگه میبینید اینا به خاطر ویندوز، یعنی نمیشه دستش زد. آره این حالا سایزهایی که داخلشه، مثلا اینو 10 بکنم میبینین که این کوچیک‌تر میشه. این البته داره به ارور واسه کد میگه. خب این از سایزه. و مورد بعدی که این بالا باید بررسی کرد و همیشه حتما اولین گامتون وقتی که نرم افزار ES رو باز میکنین برای حل یه مسئله تو قسمت آپشن یونیت سیستم، که حالا یک شورتکات هم که داره، یکم شورتکات طولانیه، میان اینجا یونیت سیستم رو باز میکنین و از یونیت سیستمی که میخواین با استفاده از اون به سوال یا جواب مد نظرتون برسین. یعنی حالا که مثلا سوالی به ما گفته که فشار توی حالا یک مخزنی 500 مثلا کیلو پاسکاله. خب من اینجا فشار کیلو پاسکال انتخاب میکنم برای اینکه دیگه محاسبات من، یعنی اینجا متوجه بشه من اگه براش فشار پی رو گذاشتم 500 براش تعریف کردم، این بدونه با واحد کیلو پاسکال به طرفه، نه با واحد پاسکال، یعنی تبدیلا رو خودش انجام میده. اس آی یا انگلیش، تمپرچر بین سلسیوس و کلوین، انرژی رو بین کیلوجول و جول، اسپسیفیک پراپرتیز بین مس و مولار، پرشر پاسکال، کیلو پاسکال، بار، مگا پاسکال، و این هم دیگری و رادیانه که حالا ما با این تب یونیت سیستمش گفتم کار داشتیم و این حتما ست میکنیم قبل از هر کاری توی این نرم افزار. خب یکم شروع کنیم به یه کد زدن داخلش. مثلا من یه دستگاه معادلات میخوام برای تعریف کنم. x به اضافه y مساوی با 3، x منهای y مساوی با 1. خب من میخوام اینو حل کنه برای من دستگاه دو معادل دو مجهول. این بالا از چند تا گزینه‌ای که داریم، یکیش که چک ایکویشنز، این چک یونیتس و سالو. خب من اینو میزنم روی، چون ما هیچ چیزی نداشتیم، یونیتی نداشتیم، همین میزنیم. این تب باز میشه، میگه کامل شد و این پنجره هم باز میشه. این پنجره که باز میشه الان ببینین نشون داده x شما برابر 2، وایتون برابر 1 و حدودا به زمانی که حالا انجام شده محاسبات من no unit problems were detected. این خیلی نکته مهمیه که حتما باید بهش برسین بعد اینکه هر سوال یا هر سالوی رو یا سولوشنی انجام دادین، این پیام رو حتما باید ببینید
و اگه ندیدین بدونید که حتما یه دونه یونیت پرابلم رو یادتون رفته ست کنین که یونیت پرابلم ست کردن در آینده بهتون میگم. پس اینو میگذاریم. خب دیدین که چجوری یه دستگاه دو مدل دو مجهول رو میشه باهاش حل کرد با استفاده از این نرم افزار. این ایکس و وای هایی بود که ما براش تعریف کردیم. از قابلیت های دیگه‌ای که میشه براش گفت، مثلا اینکه شما میتونید که مثلا برای نوشتن 5 میلیون میتونید بنویسید 5 ای 6، یعنی 5 در 10 به توان 6. ای همون 10 به توانه رو حکم اونو داره. این یکی از قابلیت این نرم افزاره که اینجا میتونم بنویسم و اگر اون سولو کنم نشون میده 5 ثبت شد براش. خب و یه موردی که هستش ایز نرم افزار ایز کیس سنسیتیو نیست. یعنی کیس سنسیتیو نیست به چه معنی؟ یعنی اینکه من وریبل میخوام تعریف کنم، فرض مثال وریبل مثلا خود ترمو. خب ترمو رو اگه بخوام مثلا تعریف رو 5 بکنم، براش با ترمو فرقی نداره. یعنی این دوتا براش یکی حساب میشن، چون کپیتال با اسمال یعنی کیسا نسبت به ما حساسیتی نداره. این از کیس سنسیتیو بودن واسه وریبل فقط، نه واسه یونیت، واسه اینکه چیزی متغیری که داره تعریف میشه. خب این از مواردی که بیسیک قضیه است. حالا یه سری قوانین داره، اینا هم یه نگاهی بکنیم. کیس این سنسیتیو وریبل ها باید با یه لتر شروع شه و وریبل ها نمیتونن از این کاراکترها و ساین ها استفاده بشه داخلشون. این از بیسیک های حل محاسبات با استفاده از ایز. خب من واسه کامنت گذاشتن توی نرم افزار از دابل کوت میتونم استفاده کنم. مثلا میتونم بنویسم همون دستور معروف هلو ورلد، اینجا میزنم و اگه ران کنم ببینید رنگش عوض میشه. و این از روش کامنت گذاشتن توی این نرم افزار. و من اگه اینجا ببینین شما کامنت رو میتونین به روش همین دابل کوت، به روش توی دوتا براکت و روش سوم که اسلش هست و کامنتی که رنگش کلا تایپش عوض میشه. یعنی شما یه دابل کوت میذارین، یه دونه اکسکلمیشن مارک علامت تعجب و با دابل کوت ببندین، این میشه نوع دوم از کامنت گذاشتن. یعنی کلا رنگش رو عوض میکنه. مهم نیست، همشون کلا حکم کامنت رو دارن، فقط واسه قشنگیش رنگش عوض میشه. این از کامنت ها که میشه چجوری میشه کامنت ها رو گذاشت. و یه مورد دیگه که بگم این که توی ایز شما از هلپ ایندکس میتونین برای یه سری از مواردی که حالا نمیدونین استفاده کنین. هلپ خوبی داره به نسبت. اینجا تقسیم بندی هلپ، حالا مثلا تو فانکشن ها اگه چیزی میخواستین اینجا میتونین تب فانکشنشو باز کنین و استفاده کنین. این از هلپش. خب ما شروع کنیم به یه مثال رو حل کردن. مثالی که حالا توی کتابتون هم هست، این مثال هست که توی کتابتونه. اول مثال عددیش رو حل بکنیم، یه نگاهی بکنیم برام ریویو بشه و بفهمیم که چجوری نرم افزار داره حلش میکنه. خب این دیوایس سیلندر و پیستون که میگه انقدر آب مایع و انقدر هم بخار آب توی تعادل 600 کیلوپاسکال هست، داره انتقال حرارت داره صورت میگیره توی فشار ثابت تا زمانی که دما به 200 درجه سانتیگراد سلسیوس برسه. خب گفته اینیشیال تمپرچر یعنی دما اولیه آب چقدر بوده، مجموع جرم کل آب چقدره و حجم نهایی چقدره و حالا یه دونه پی وی دایگرام میخواد. خب این حلش اگه نگاه بخوایم بکنیم، خب واسه اینیشیالیش که توی سچوریتد تو 600 کیلوپاسکال این اوکیه. ام افش هم که بخوایم توتال مس حساب بکنیم وی اف
به حالا حجمی که داره به حالا حجم معیارش میشه که اینقدر تقسیم بکنیم MFش میشه، MGش هم همینطور، یعنی تو F و G شو داریم حساب میکنیم این دو نقطه و تو این دو نقطه که حساب میشه MT مون میشه MF به اضافه MGش اینقدره و در نهایت هم که گفته خب حجمش چقدر میشه توی حالت نهایی P و T رو داریم. از این دوتا معیار ما میتونیم از جدول A6 این V رو به دست بیاریم و از این V هم تو M ضربش کنیم حجم نهایی رو به دست میاریم. خب حالا اگه بخوایم نرم افزار ES سوالی که داده گفته که با استفاده نرم افزار ES اگه بخوایم که اثر فشار رو روی این جرم آب بخوایم توی تانک مثلا بررسی کنیم و اینکه مثلا فشار از 1 مگاپاسکال تا 1 مگاپاسکال داره تغییر میکنه و دیگه همین پروسسی که توی مثال قبل بود و اینجا پیاده کنیم توی پلات پی وی. خب ما ES رو باز میکنیم، من اینا رو که نوشتم و پاک میکنم. اول از همه اولین کار گفتیم چیکار میکنیم، میریم داخل آپشنز یونیت سیستم. خب یونیت سیستمی که میخواستیم فشارش رو به کیلو پاسکال من میخوام نگه میدارم، بعد دما رو سلسیوس میخوام نگه میدارم و با این موارد من دیگه وارد میشم. جرمم که کیلوگرم میخوام، تمپریچرم به سلسیوس اوکی هست واسه من. خب من اوکی میدم. این قدم اول. قدم دوم دیتا هایی که مسئله من داده گیون میذارم. پس برای اینکه فشار رو تعریف کنم P براکت باز 1 من P 1 هم مثلا تعریف میکنم. میتونیم الان بخوایم پیش تعریف کنیم مثلا. خب می نویسم 600 برای اینکه بفهمی که این P آیه که داریم براش تعریف میکنیم همون فشار هست. تا الان مثل وریبل داره باش رفتار میکنه. الان برای اینکه تبدیل بشه به بدون فشار باید براش این کیلو پاسکال رو بگم که الان متوجه میشه پیه. خب من چون میخوام چند تا پی تعریف کنم اینو 1 میذارم. خب این هیچی نیست، این کیبورد میخوره به آخرش، یعنی این صدا رو میده، اروری نداده، یعنی رانی هم نگرفتم. پی 2 که میخوایم فشار ثابت باشه پس با پی 1 برابره. میتونم پی هم مثلا تعریف کنم برای اینکه یکم شکل قشنگی تری داشته باشه. تی رو میذاریم تی 2 تی نهاییمون هست 200. خب الان تو براکت باید باز دوباره برای اینکه بفهمیم ما داریم تی یعنی دما رو تعریف میکنیم واحدش رو براش بنویسیم که واحد تی رو من تو یونیت سیستم سی تعریف کردم پس سی باید بنویسم. بعد خب حجم جرمی که حالا اون یعنی وی کوچیکه خب من بخوام براش بنویسم که سوالم اینجا داده بهم اینو بخوام واردش بکنم باید بنویسم وی آندرلاین F1 مساویس با 0.05 واحدش رو بخوام بنویسم. خب متر به توان 3. خب شاید نگاه کنین اینجا متر 3 و وی جی 1 اون هم که 9 متر مکعب بود. من از اینجا کپی کنمش. خب این تا اینجا دیتا هایی که سوال به من داده رو من نوشتم. خب حالا از اینجا دیگه میشه دیتا هایی که میخوام به دست بیارم و نیاز به حل داره یا سولوشن داره. خب من اسمش رو الان سولوشن میذارم. حالا شما هر چیزی که دلتون میخواد میتونید بذارین. خب میام مینویسم. خب با توجه به سوال و حلی که حالا برای این روش داشتیم شما دیدین که این اسپیشال وی که در اومد
خب چجوری در اومد؟ من الان میخوام اینو انجام بدم، هم برای F هم برای G. خب الان می نویسم با این دستور. البته قبل اینکه دستورش رو بخوام بنویسم این نکته رو میخوام بهتون بگم. شما وقتی که وارد آپشنز بشین و فانکشن اینفو رو بزنین، این تب فانکشن ها و توابعی که توی این نرم افزار تعریف شده و لایبرری و نقطه قوت این نرم افزار همین جا هست. یکی از این نقطه قوتش من مس رو دارم واسه محاسبات ریاضی، واسه ترموفیزیکال، واسه هیت ترانسفر، مکانیکال دیزاین، کامپوننت لایبرری و حالا یه سری توابعی که خودم میتونم مثلا براش تعریف کنم. خب من با ترموفیزیکال کار دارم. خب ریل فلویدز، آیدیال گس و بقیه موارد که با اینا زیاد کار نداریم. آیدیال گس حالت گاز ایدئاله که مثلا فرض مثال مثلا ما تو ریل فلوید وقتی می‌خواستیم انتالپی رو تعریف کنیم به دو تا ایندیپندنت پراپرتیز ترمودینامیکال نیاز داشتیم، یعنی دو تا معیار دو تا عدد می‌خواستیم که بریم توی جدول نگاهشون کنیم، مثلا از تمپریچر، پرشر یا مواردی مثل اسپسیفیک والیوم، اینترنال انرژی، اسپسیفیک انتروپی، کوالیتی که همون X بود استفاده می‌کردیم. ولی الان وقتی اگه من آیدیال گس اینا قرار بدم میگه خب من با یه دونه از همینا هم میتونم به جواب برسم. خب این فرقش ما الان فعلا مثلا ریل فلویده. خب اسپسیفیک والیوم بخوام به دست بیارم، من توی یه دونه حالت کام F میخوام که اینجا میشه روی این قسمتش و یه دونه قسمت G این قسمت میشه روی بوردار پلات. خب بخوام اسپسیفیک والیوم کدشو بنویسم میرم من از فانکشن والیوم استفاده میکنم، ولی چون اسپسیفیک والیوم هم میدونم که توی این حالت F X هم صفره و توی حالت G هم این به اصطلاح G من Xش 1 میشه. خب اینجا من یه دونه از ترمودینامیکال پراپرتیزامو یه دونه رو پرشر میذارم که گذاشته شده اینور، یه دونش هم کوالیتی میذارم که بتونم اون X0 و X1 رو وارد کنم. خب سوال به من گفته که من یه بخار دارم یا همون آب، من واتر رو اضافه میکنم، اینجا واتر رو انتخاب میکنم. خب این تمپریچر رو کوالیتی تغییر میدم و این پیست رو که بزنم اینجا میاد. خب من اسم اینو عوض میکنم، میذارم اسپشیال همون SP V saturated توی F1. خب حالا یه سری چیزاشو باید تغییر بدم. این که نوشته شد اگه این کدو خودتون تایپ هم بکنین ایرادی نه، یعنی نیاز نیست حتما فانکشن بگیرید. خب اونجا فقط به عنوان یه راهی که مثلا یکم دم دست‌تر برای اینکه باگتون کمتر باشه استفاده میشه. یه نکته بگم، من این کد رو فعلا تا اینجاشو یه کات میکنم، یعنی نگه میدارم، من اینجاشو ران میکنم. شما سعی کنین، حالا من داشتم ریکورد میکردم و شما سعی کنین هر چقدر کدتون یه چند خط رفتین پایین ران بگیرین ازش که ببینین ایرادی داره یا نه. میبینین که الان ران گرفت و no unit problem were detected، هیچ مشکلی نداشت. خب اوکی. خب اینم حالا هنوز داره ریزالت رو نشون میده. خب من باش کار ندارم. اینم جوابه. من این رو ماکسیمایز میکنم، فول اسکرین میشه. خب پس سعی کنین، چون که خیلی دیباگ خیلی زیادی نداره این نرم افزار، یعنی محیط دیباگ و کانسول و این اونطوری به شکلی که مثلا توی نرم افزار دیگه دیدین نداره، سعی کنین که هر چند خط که نوشتین یه بار این کدتون رو ران کنین، ببینین اگه ایرادی نداشت برین دوباره سراغ ادامه کدتون، چون اینطوری متوجه میشین که باگ کدتون توی خطای آخرش بوده و اون no unit problem were detected. این خیلی مهمه، یعنی شما هیچ مشکلی توی یونیتاتون تو واحداتون نداشتید. خب من اینو فول اسکرین میکنم، اینو کنترل وی میذارم که گرفته بودم. خب پی براش تعریف شده بوده، پی رو من پی 1 میگیرم اینجا. خب که این بالا من نوشته بودم پی 1 رو،
x منم توی این حالت صفر واتر. خب اینو من یه نگه میدونم، کنترل سی میزنم، باز دوباره میام دوباره همین کنترل وی، ولی حواسم باشه اینجا توی جی یکه، بعد x یک پی هم برابر با البته پی یک فرق نمیکنه پی یک یا پی دو بنویسم، ولی حالا من پی دو می نویسم اینجا براتون. این از این و این که این x این ور باشه یا این ور باشه هم فرق خاصی خیلی براش نداره، یعنی این دوتا رو میتونین جابجا کنین، اما اولیش حتما باید اون فلویدی که دارین استفاده میکنین باشه. من تا اینجا یه ران میگیرم از کدم ببینم درست داره حل میکنه. خب دوتا من ایراد گرفته از من. خب الان اسپشیالا رو در آورده، این دوتا رو در آورده، عددی که در آورده رو یه چک میتونم بکنم اگه نگاه کنین. خب من دوتا potential unit problems were detected، یعنی دوتا unit problem من دارم. چرا؟ چون که میگه واحدی برای این برای من هنوز تعریف نکردی. خب و این از این بابت مشکل داره، پس من یه دابل کلیک روش میکنم، می نویسم m به توان 3 تقسیم بر کیلوگرم، میبندم اینو اوکی میدم، یعنی واحدش تعریف شد. الان این شد یکی. برای اینم من کپی گرفته بودم، اینم میگیرم می نویسم. الان خب ببینید پرابلماش حل شد و فهمید اینا چی ان. این براش حل شد و من باز دوباره از اینا میتونم استفاده کنم، بتونم ببندم سولوشنی که همینطوری بازه. خب این کد ران شده یه بار، واسه یکم این فانکشن الان براش تعریف شده، یکم بولد کرده اینو. خب ادامهش رو میخوام بنویسم. من اسپشیال والیوم رو به دست آوردم، m آندرلاین f1. خب میدونم که باید حجم اولیه رو تقسیم بر اسپشیال والیوم هم کنم، اینجا نوشتم. خب و از اون برم یه بار دیگه اینو کپی میگیرم، m g2 رو بخوام حساب بکنم، G1 رو بخوام حساب بکنم اینطوری در میاد و من باز دوباره یه رام بگیرم ببینم درست نوشتم یا نه. خب بازم دوباره به دست آورده. خب دو تا یونیت پرابلمی که داره من اینو سریع 1 کیلوگرم براش می نویسم. خب برای حالت مایع و حالت آب گاز این جرماشون به دست اومد هر کدوم. نیاز یه ام توتال برام در بیاره. من ام توتال رو مساویه با این به اضافه این میذارم، دوباره برام یه سالت میگیرم. خب اینجا میگه خب این ایکویشن ارور داده، من حواسم بودا ولی ازم من یه دونه ارور بذارم ببینیم که چجوریه. این یه ارور داد. خب باز دوباره اینو گفته و اینکه هیچ ارور نیست، ما عادت کردیم این قضیه. کیلوگرم خیلی رواله. خب اینو میرم و خب برای اینکه والیوم 1 رو به دست بیارم می نویسم والیوم 1 مساوی است با مقداری که به صورت تو F1 به اضافه V که توی G1 این از اینجا به دست میاد و من اسپشیال والیومم رو اسپشیال والیوم 1 رو اینطوری به دست میارم که مساوی میذارم با V1 تقسیم بر M توتال. من یه رام میگیرم. خب الان چی تعریف شده براش جدید؟
میگه من 2 تا یونیت پرابلم دارم که هنوز برام تعریف نشده و ببینم من اینجا منظورش از یونیت پرابلم ها توی این تیبل ها آورده. خب این که واحدش من اگه بخوام یونیتش رو بذارم اسپیشال والیوم که گفتیم میشه کیلوگرم بر متر مکعب. خب این هم ویمونه، متر مکعب اونور اشتباه نوشتیم، سعی درستش میکنیم، راست کلیک بکنین اینش باز میشه. خب این از این تا اینو من یه حواسم نبود جا به جا نوشتم. خب این از این برش معلوم شد چی بشه. خب اینه که من بزرگتر کنم. خب تا اینجا شوکیه. اسپیشال والیوم 1 برش تعریف شد. تمپریچر 1 که من یه تمپریچر رو بخوام به دست بیارم میتونم از دوباره فانکشناش استفاده کنم، فانکشنای که از قبل تعریف شده. میام تمپریچر رو میزنم. خب من الان یه دونه پرشر داشتم، پرشر اولیه رو دارم، یه دونه چیزو دارم به اصطلاح اسپیشال والیومی که الان به دستش آوردم رو دارم. خب پس اسپیشال والیومی و تمپریچر رو نگه میدارم، میام پرشر رو نگه میدارم. این اینجا پیستش کردم، این یه پاک میکنم. خب تی 1 تعریف میکنم، تمپریچر واتر پی 1 وی هم میذارم با اسپیشال والیومی که به دست آوردم به دست برابر باشه. این میشه اسپیشال والیوم 1. اسپیشال والیوم 2 رو می‌نویسم. خب من اسپیشال والیوم باز هم میتونم از فانکشن استفاده کنم و بیام اینجا به دستور والیوم. واسه اسپیشال والیوم بازم بگم که نیاز به دستور خاص نیست، همون والیوم استفاده میتونیم بکنین. من یه پی او تی میخوام، خب پیست کنه برام. اینو میخوام بذارم برای اسپیشال والیوم 2 واتر تمپریچر 2 پی هم پی 2 وی کل هم میخوام به دست بیاره الان برام، چیزی که صورت سال قبل میخواست، مساوی با ام آندرلاین توتال ضرب در اسپیشال والیوم 2. خب من اینجا یه دونه ران میگیرم، وی توتال رو اگه از اینجا پیدا کنید، خب اینجا میبینید الان اینجا میگه 5 تا من واحد رو هنوز ندارم. خب این 5 تایی که نداره منظورش این داخلی های اینجا که هنوز براش تعریف نشده، داخلی اینا که میبینه همشون تعریف شده. خب پس مشکلی از این نمیبینه. من الان وی 2 رو به من 2.604 داده که این جواب مسئله ما و اگه نگاه کنیم با این برابره که ام توتال هم 7.395 که این ور توی 7.395 رو بهتون میتونم نشون بدم. 7.395 به دست میاد. و دیگه سوال چی میخواست؟ تی هم که 158 بوده که این اول به دست آورده بودیم دیگه. این رو ستاره رو گفتم چک بکنیم و دیدین که درسته. خب برای اینکه جرمولی رو استفاده بخوایم حساب کنیم، مثلا جرمولی هلیوم رو میتونیم از دستور مولار مس به این صورت
استفاده کنین، مثلا هلیوم و اینجا رانش کنین و مولار مس هلیوم رو در n بهتون میده که مثلا 4 هست. این از دستور مولار مس. و دستور کانورت دستوریه که خیلی استفاده میشه برای چه زمانی؟ زمانی که شما واحدهایی که دارین توی سوال با واحدهای یونیت سیستمتون یکی نیست. یعنی فرض مثال چیه؟ ورودیایی که توی صورت سوال داده بهتون مثلا تو واحدهای مثل پاسکال یا مگا پاسکال، اما خروجی رو به صورت کیلو پاسکال میخواین ولی میخواین اینا تبدیل بشه. خب باید از دستور کانورت استفاده بکنین که من دستور کانورت رو الان قراره بهتون بگم. خب من برای مثلا فشار سوال به من داده که P برابر با 2176 PSI هست. اینجا تو کامنته، یعنی ایراد نداره، من دارم اینجا می‌نویسم. و همچنین تمپریچری هم که داده مثلا برابر با 1022 فارنهایت هست. خب و یه دونه مورد دیگه مثل امدات که دیوی جرمی هست برابر با 33.07 LVM بر ثانیه که من اینا رو قراره PSI رو به کیلو پاسکال، فارنهایت رو به سلسیوس و LVM به S رو به کیلوگرم بر ثانیه تبدیل کنم. خب ببینیم چه جوریه. من اول اینا رو بذارم باشه، اصلا بعدا عوضش میکنم. بگیریم خب این گیون رو میذارم باشه. کانورت. خب PSI رو میخوام به کیلو پاسکال تبدیل کنم، فارنهایت رو به سلسیوس و این رو هم به کیلوگرم بر ثانیه. خب شروع میکنیم واسه پی. مثلا میگم که پی مساویست با 2176. واحدش PSI حتما فراموش نشه، واحدا رو حتما بنویسین که متوجه شه. نه اصلا بازم اینو میگم. اینجا ضرب میشه توی کانورت کانورت پرانتز باز PSI، یعنی از چیزی که واحدی که از الان به کیلو پاسکال که میخوام بهش برسم که توی یونیت سیستم هم تعریف شده. حالا این واسه پرشره اینطوری میاد 2176 مثلا یه عددی بوده توی یک سوالی رو تبدیل میکنه و میبینید که شد خب بودن 15000 کیلو پاسکال که عددش هم 15000 بوده. خب بعد برای امدات می‌نویسم امدات تی رو بعدش می‌نویسم مساویست با 33.7 براکت باز LBM بر ثانیه بسته ضرب کانورت میخواد از LBM به ثانیه برسه به کیلوگرم به ثانیه براکت بسته پرانتز بسته. خب اینو من یه رام بگیرم سولوشن رو ببینم. میبینی که امداد که خودش این نقطه هم آورده بالا بنابراین آندرلاین داتی که گذاشتم گفته 150 کیلوگرم بر ثانیه. خب اینم یونیت پرابلم نگرفته. حالا من اگه اینطوری هم برش میذاشتم ببینین چه جوری میشد. من این لطفت باز کنم، من توش پیست کنم. خب اگه اینو یه رام بگیرم میبینین که بازم ایرادی نداره براش. خب اما تو مسائل بخواد حل کنین باید مشکل بخوره. خب یعنی خودش متوجه کی چیه. اوکی، یعنی یونیت سیستم به مشکل نمیخوره با این LBM بر ثانیه، ولی تو ضرب و تقسیم ممکنه مشکل بخوره.
اگه بعدا قرار استفاده کنیم. خب تی رو که 1022 فارنهایت رو من بخوام استفاده کنم دیگه نباید بنویسم 1022 فارنهایت ضرب کانورت. این که فرق داره، این شکلی میشه کانورت تمپ، مثل یه فانکشن که قراره از فارنهایت به سلسیوس برسم و فارنهایت من هم 1022 براکت فارنهایت هست. خب چرا اینطوری میشه؟ خب توی فشار وقتی شما به پی اس آی به کیلو پاسکال میخوایم برسین، یه ضریبی میخوره، یه عددی ضرب میشه، یعنی با یه ضرب تقسیم میرسیم به کیلو پاسکال. یا برای امداد هم یه هم تبدیل پوند به کیلوگرمه که اینجا انجام میشه، یه ضرب، فقط یه ضرب، یعنی هیچ جمع و تفریق نداره. توی دما فرق داره. اگه یادتون باشه برای اینکه از فارنهایت به سلسیوس برسین میگفتیم 9/5 سلسیوس ضرب به اضافه 32 مساوی است با فارنهایت، یعنی اینجا یه ضرب به اضافه یه جمع بوده. پس اینجا کلا این دستور کانورت عملا یه دونه ضریب میومد ضرب میشد انجام میداد، اما کانورت تمپ میاد اون ضرب و تقسیم رو انجام میده، مثل یه فانکشن براش عمل میکنه، واسه همین که دستورش متفاوته. من اینو یه سولوشن میگیرم، میبینین که تمپرچر من 550 سلسیوسه. اینم از دستور کانورت که خیلی دستور به درد بخوریه براتون. یه نکته دیگه راجع به کانورژن و اینکه بخواین با واحدهای دیگه هم جوابتون داشته باشین، وقتی سولوشن رو میگیرین این دابل کلیک کنین. اینجا من یه یونیتی رو قبلا تعریف میکردم، وقتی یونیت تعریف نشده بود. اینجا یه یونیت نارنجی رنگه. شما میتونین اینجا یه یونیت دیگه هم بخواین از نرم افزار، مثلا اینجا بگم من LBM به ثانیه تو امداد رو به من بده، برات حساب میکنه. من بهش بگم که PSI رو به من بده، برام حساب میکنه. من اینجا فارنهایت رسیده بودم، سلسیوس حالا کلوین اگه بخوام بهم بده بهش بزنم واسه هم حساب میکنه. خب این خوبیه نرم افزاره که سریع براتون واحدها رو تبدیل میکنه. مثلا اینو مگا پاسکال هم میتونم براش بزنم، این میشه مگا پاسکال، سریع میگه 15 مگا پاسکال بودن و این دستور رو میتونید سریع با این تبدیل کنید. یعنی یه جایی اگه نرم افزار عددی در آورده همه رو با اسای حل کردین، خروجی رو به عنوان حالا مثلا مگا پاسکال یا این واحد انگلیش میخواد، این به اصطلاح کار میتونه کمکتون کنه. خب شما فکر کنین یه سوال میخوایم زد رو به دست بیاریم تو این سوال، بعد ما فرض میکنیم پی آر و تی آر رو داریم. خب چجوری میتونیم زد رو به دست بیاریم؟ چون زد هم اگه خودتون بدونین توی جدول A15 باید بریم دنبالش بگردیم، حالا اینترپولیشن و اینش هم بکنم. من از دستور مثلا زد رو میخوام به دست بیارم، از دستور یا فانکشن کامپرس استفاده میکنم و میگم تی مثلا آر من برابر مثلا با یه عددیه و از اون برم پی آر من برابر با یه عددیه. من با این دستور اون زدی که میخوام رو به دست میارم. حالا این مثلا میخوام بزنم، مثلا پی آر و تی آر رو برش تعریف کنم، تی آندرلاین آر برابر با 1.1 پی آندرلاین آر برابر با نیم. و من اگه ران کنم سولوشن بگیرم به من زد رو انقدر میگه. این از زد کامپرسیبیلیتی، کامپرس همون حالا جدولی که داره، این از این دستور. و در نهایت هم میخوام راجع پلات بهتون بگم، دستوری که تو پلاته. خب تو این قسمت من یه کد دارم که اومده طبق یه سوالی که ارور بین حل عددیمون و حلی که نرم افزار انجام میده. میخوایم ببینیم چجوریه کدش، سوالی شبیه سوال تو تمرینتون. من هم اینجا حالا این بالا نوشتمشون، سوال تمرینی نمیتونم نشونش بدم، ولی یه کوچولو آموزش واسه چجوری ما میخوایم تیبلش رو رسم بکنیم. خب واسه پلات و تیبل که حالا یعنی محاسبه هایی که با اینتروال دماهای مختلفه، بهتر بخوام توضیحش بدم. شما میخواین یه بار برای 350 دمای 350 درجه سلسیوس حساب کنین ارو، یه بار برای 400 درجه، هر دفعه میخواین کد رو عوض بکنین. نه این کارو نکنین. بیاین اینجا تیبل نیو پارامتریک. خب بیاین تیبل
هر دفعه عوضش نکنید. خب بیاین تیبل نیو پارامتریک رو بزنید، بعد اینکه اینجا علامت زدم فقط این بره این میزنم هی اونم فکر کنم خب میام توی تیبل نیو پارامتریک و از اینجا اون به اصطلاح پارامتری که میخوام محاسبه انجام بشه مثلا تی هست و از اون این دوتا رو میگیرم اضافه میکنم تعداد رانام. من فرض مثال میخوام از 350 برسم به مثلا تا 500، 25 تا 25 تا میخواد اینتروالم باشه. خب پس یعنی از 350 تا 500 میشه 150 تقسیم بر 25 میشه 6 به اضافه 1 میشه 7. خب من اینو میزنم اد میکنم اوکی رو میزنم شروع میکنم 350 375 400 425 450 و در نهایت 475 و 475 و 500. من اینجا این ران رو بزنم این حساب میکنه برای من. خب این دوتا رو حساب میکنه و من دارم دیگه، یعنی همشون اومده برای تک تک این تی های مختلف ارور رو حساب کرده با توجه به کدی که من بهش داده بودم. خب پس میام اینجا توی پلات ازش پلات بخوام بگیرم x بای پلات رو میزنم میگم پلات چی؟ پلات ارور versus temperature. خب محور x من تیه بر سلسیوس، محور y هم ارور کامپرسیبل. شما میتونید بازدهش و اینتروالش رو تعیین کنید اینجا و یه حالا اگه میخوایم مثلا تو محور وایتون چند تا مورد بررسی چه مثلا یه ارور دیگه هم باشه اون ارور رو هم باید تو اینجا وارد کرده باشین که قشنگ ازش مثلا 7 تا عدد داشته باشه و تو وای اکسیستون میاد. اون رو هم اینطوری کلیک کنین یه دونه کلیک کنین میاد. خب من الان میخوام فقط این دو تا رو داشته باشم و اینم پلات منه از ارور versus temperature. امیدوارم که سوالی حالا اگه داشتین ازم بپرسیم. امیدوارم آموزش براتون مفید واقع بوده باشه و بتونم کمکتون کرده باشم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.